سلام دوست عزیزم، به آهسته خوش اومدی. این جلسه اول تمرین پیلاتسمون هست. توی آهسته برای ما اینکه به حرکتمون عمق بدیم، اون رو با آرامش و دقت و مایندفولنس روی بدنمون انجام بدیم خیلی مهمه. خب توی جلسه از اونجایی که جلسه اوله من خیلی با طمأنینه با گفتن نکات بیشتر حرکات رو انجام میدم. یه مربی خوب کسی که بتونه با گفتنش به شما بگه چطوری یه حرکت رو اجرا بکنید. بنابراین یه ورزشگر خوب توی پیلاتس هم کسیه که خیلی خوب گوش میده و حتی بعد یه مدتی که حالا یه سری اصولی رو توی ذهنش جا داد، بدون دیدن یه حرکت از مربی میتونه اونو انجام بده. بنابراین من خواهش میکنم که خوب گوش کن، ولی خب چون جلسات اوله میتونی یه جاهایی نگاه کنی. حالا بعضی جاها مثلا میگن توی باشگاه خودتو تو آینه ببین، ولی اونم بعد چند جلسه دیگه نباید به آینه نیاز داشته باشی که مثلا بفهمی آیا بدنت بالانس هست، آیا جایگاه کمرت، شکمت اوکیه یا نه. خب من کلاسامون رو اینطوری پیش میبرم، همه جا هم همین شکلیه، چیز عجیبی نیستش. ما اول گرم میکنیم، بعد قسمت اصلی تمرینامون رو انجام میدیم. قسمت بهتر بگم عمده، چون خود گرم کردن هم قسمت مهمیه. بعدم سرد میکنیم بدن رو. ولی از اونجایی که پیلاتسی که ما داریم انجام میدیم پیلاتس کاردیو نیست، ترکیب نشده با هیچ تمرین دیگه‌ای، اونقدری دمای بدنمون بالا نمیره، ما چربی سوزی نداریم، حداقل توی این سری از ویدیوها که دارم ضبط میکنم و چربی سوزی نداریم. ولی قبلش حتما چیزی خورده باشید، با شکم خالی نیاید. اگر خودتون راحت هستید میتونید بلافاصله بعد از خوردن مثلا صبحانه، نهار یا شام همین کار رو انجام بدید، ولی معمولا حس خوبی نداره و عملکرد آدم میاره پایین به خاطر اون حس سنگینی که وجود داره. اینو داشتم میگفتم که این ورزش وقتی شروع میکنه قند سوزی رو انجام بده، دیگه به اون مرحله چربی سوزی نمیرسه. بنابراین مطمئن باش که انرژی هست درون بدنت. حالا یه ساعت قبلش غذا خوردی، یا وعده کافی خوردی که توی برنامه غذایی هست، یا نه بلافاصله خوردی ولی میتونی با این کیفیت تمرینات رو انجام بدی. خب مت مناسب متیه که اصلا چرا مت داشته باشیم، اصلا هیچی در نظر نگیریم. یه مت به شما یه فضا میده و یه حریم میده که شما رو جدا میکنه از بقیه محیط. خب یه احساس امنیت و منحصر به فرد بودنی تو اون دقایق بهتون میده. دومی که ما از روی مت خیلی جا میتونیم خودمون رو اندازه گیری کنیم که حالا هر کسی اندازه بدنش و متش رو خودش توی ذهنش به مرور تنظیم میکنه. من کجا قرار گرفتم، پامو چقدر باز کردم، دستم مثلا تا کجا اومده، اگه دفعه بعد خواستم دامنه حرکت رو بیشتر کنم مثلا دیگه از مت میزنم بیرون، پا میرسه به فرش و اینجور داستانا رو داره مت برای ما. مورد دومش اینه که اگر روی جای سفتی، یعنی مستقیما روی سرامیک پارکت داری انجام میدی، خب استکاک بین زمین و بدنت رو کم میکنه. در اینجور موارد بهتر متت ضخیم باشه. اگر هم خود فرش هستی، خب خیلی فرشا زبرن، یعنی مثلا ما یه حرکاتی رو داریم رو زانو انجام میدیم یا شما ساعدتون رو گوشین روی زمین و مثلا 20 ثانیه شاید توی حرکتی و زبری فرش اذیتت میکنه. اگر مت مختص یوگا پیلاتس نداری، یه پارچه ضخیم با همچین ابعادی، فکر میکنم مثلا 2 متر در شاید 80 سانتی باشه، 2.5 در 80 همچین عددی داره. اینو برای خودت تهیه کن. حالا بزرگتر کوچکترش هم باز مشکلی نداره، ولی بدونی که یه فضایی داری،
بدن تو جای تمیزیه، شاید هر چند بار بخوای هر چند وقت یک بار بخوای بشوریش. خب ببینید توی پیلاتس ما یه تنفسی داریم، یکی از اصول پیلاتس تنفسه. خب من توی این ویدیو این اصل رو میگم، اصول دیگه پیلاتس رو تو جلسات بعدیمون میگم. یکی از این اصول تنفسه. حالا توی تنفس پیلاتس چه اتفاقی میفته؟ اولا ما همیشه دم رو از بینی میگیریم که یه فیلتری هم میکنه اگر اطراف ما گرد و غبار وجود داره، و بازدم رو از دهانمون میدیم، یعنی هر دو کار رو با یه عضو انجام نمیدیم. بنابراین من میام جلوتر که بهتر نشون بدم. خب ما دم رو از بینیمون داریم. ببین من موقع تمرین با صدا و بلند نفس میکشم که همیشه یادت باشه باید تنفس داشته باشی. دم. خب بازدمم با دهان. حالا من سرما خوردم، این لوله پولیکام همه کیپه، ولی نمیخوام خیلی صداشو در بیارم، ولی در کل اینطوریه که دم با بینی. ببین این چیز خیلی ساده ایه، من الان 1000 تا دم و بازدم میگیری ولی حین حرکت ممکنه اینا یادت بره. اونجاست که مهمه مثلا این کار رو انجام ندی، یا بعضیا دهانشون انگار قفل میشه، بسته میشه و فقط با بینی این کار رو انجام میدن. بنابراین ما این کار رو این شکلی انجام میدیم. حالا فرق مهم تنفس پیلاتس با تنفس‌های دیگه که حالا توی یوگا یا اصلا ورزش‌های هوازی انجام میشه چیه؟ تنفس پیلاتس عرضی و جانبی یا دنده‌ای هست. یعنی چی؟ بولیزم یه خورده تنگ میکنم که خوب دیده بشه. ببین تنفس دنده‌ای این شکلیه که شما حجم ریه‌تون رو از هوا پر میکنید و این باعث میشه، خب خیلی از اندامای ما پشت دنده هامون توی قفسه سینه‌مون قرار گرفتن، ریه هم همینطور، و این باعث میشه که دنده های شما از پهلو یک کوچولو، نه که مثلا از اینجا تا اردبیل بره، نه، یک کوچولو باز میشه و اینو خودت به مرور حس میکنی. بنابراین ما این تنفس رو نداریم که شکم بیاد جلو و عقب. امیدوارم خوب نشون داده بشه. شکم میدیم. ما این تنفس رو تو پیلاتس نداریم. ما تنفسی رو داریم که دنده ها رو باز میکنه. یعنی شما 2 تا دستتو بذار اینجا، خب این 2 تا انگشتم یه جوری بذار بچسبه به هم. وقتی دم میگیری اینا یه ذره اصلا فاصله میگیره. خب حالا من یه دم میگیرم، یه خورده نمیخوام عقبم برم، میخوام دیده بشه. بریم. دیدی؟ بازدم از دهان. الان دوباره این 2 تا چسبیده به هم. دمو میگیرم 1 2 3. من قشنگ دنده هامو مثل دندونه های این کلیپسا حس میکنم که اینجوری مثلا فاصله میگیره، دوباره خورده نزدیک میشه، دوباره فاصله میگیره نزدیک میشه. پس این همش دارم به تنفس میگم تلفظ. این تنفس عرضی و جانبیمون بود. خب من برای اینکه قطع کنیم ارتباطمون رو با محیط، همیشه شروع تمرینا رو با تنفس شروع میکنم. یه مقدمه است برای شروع تمرینمون. بودن 10 دقیقه این توضیحاتمون شد. گفتم امروز خبر خوب اینه که زیاد ورزش نمی‌کنی، چون من قراره خیلی حرف بزنم، ولی خب از جلسات بعد به مرور از توضیحات من کم میشه و تو بیشتر تمرین انجام میدی. بریم. خب ببین من میخوام وایسم دیگه، میخوام وایسم حرکتم رو شروع بکنم. لطفا بلند شو، بایست، یه تقلب بدم. هنوز من هیچی رو شروع نکردم. ببین همه ما آدما کج و خله وای میسیم، اینجوری 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 اینجوری، مثلا بدون اینکه هیچ چیزی از پیلاتس بگیم.
سعی کن یه نگاهی به خودت بندازی. خب ببین چجوری وایستادی. آیا پاهاتو رو به بیرون گذاشتی، رو به داخل گذاشتی، شونت کجه، گردنت خیلی جلوه که خب این به خاطر سبک زندگی که الان هممون داریم خیلی اتفاق میفته. گردن این شکلیه به جای که در راستای ستون مهره هامون باشه. خب و یه بار کلا بدن تو یه سری چک کن. حالا بیا ببینیم تو پیلاتس چجوری وایسی. من بدنم چک کردم، شونه ها اغلب یه خورده بالاست، دارم با اقراق نشون میدم. شونه های ما معمولا منقبض بالاه، چون همیشه داریم با دستامون یه کاری انجام میدیم. حتی آسون ترین کار که حرکت دادن موس و کیبورده باعث میشه ما منقبض کنیم شونه رو. شونه ها تو رها کن. یه چند میلیمتری میاد پایین تر وقتی رهاش میکنم. سر تو توی جایگاه درستی بذار. الان درست تشی از نظر خودته ها. کلا همه چی رو بیخیال شو. من فقط میخوام ریلکس باشی و بیایید ببینیم توی پیلاتس ما چجوری وایسی. خب ببین توی پیلاتس ما دو مدل میتونیم وایسی که حالا این توی تمرینای استفاده میشه. برای من مهمترین مدل وایسادن که توش چالشی هم نمیخوام بدم بهت اینه که 11 وایسی. 11 یعنی چی؟ یعنی شما اول پا تو منطقه عرض لگنت باز میکنی. لگن هر کسی هم یه پهنایی داره. خب معمولا میتونم بگم یه میانگینی از سرشونه و لگن رو میتونی بیاری توی پات، مگر اینکه این نفر خیلی فرم بدنش فرق کنه. مثلا شونه ها خیلی کوچیک باشه، لگن خیلی عریض باشه، باز اون موقع من میگم یه میانگینی از سرشونه و لگن. خب اگر همچین مواردی داری و از چشم من غافل مونده به عنوان مربیت بهم بگو، یه پی ام بده و بهم بگو. حالا ببین لگن من پا منزه عرض لگنم باز میکنم، یعنی نه اینجوریم نه اینجوریم. خب یه چیز معقول دیگه، یعنی اینو هر کی ببینه خوش بدن خودش میفهمه فوری. خب این ایستادن 11. ایستادن 11 علاوه بر این که اندازه پاها به اندازه عرض لگنه، یه نکته دیگه داره. ببین شما نوک پا رو نمیتونی ببری بیرون، نمیتونی هم بیاری داخل. حتی اگه ذره‌ای، من این چیزیه که بهت اجازه میدم در طول تمرین فعلا بهش نگاه کنی و خودتو فیکس کنی. یه موقعی ما داریم حرکت انجام میدیم، پا باید انگشتای پا باید به سمت بیرون یا داخل نباشه، ولی تو نمیدونی چون داری بالای حرکتی انجام میدی. ولی اوکی نگاه کن، اگه یکیش بیرونه یکیش رفته این چرخیده رفته تو، نگاه کن و فیکسش کن. چون اگر اونطوری انجام بدی اون عضلاتی که باید کار نمیکنن و حتی چرخش و انحنا به وجود میاره توی مفصلات در بلند مدت، مخصوصا اگه اون تمرینه اون ثانیه ها سنگین باشه. خب یه نکته دیگه، این موضوع آب خوردن حین تمرین یا نخوردن خیلی چیز چالش برانگیزیه، ولی من هر وقتش نباشه آب میخورم. یعنی واسه خودتون صحنه کربلا درست نکنید. خب پس من درست ایستادم. حالا دوباره میریم بالاتر توی قسمت‌های بالا تنمون. ببین ما اینجا میام جلوتر، یک مستطیل داریم. این مستطیله، من خودکارم بیارم. این مستطیله از کجاست؟ ببین یه نقطهش فرض کن اینجاه، یه خط میکشم، یه نقطه اینجا، میام پایین، یه نقطه اینجا، میام این سمت مقابل، یه نقطه اینجا. ببین یه مستطیل این شکلیه. خب این مستطیل شما موقع ایستادن نباید اینجوری باشه، نباید اینجوری باشه. دارم با اغراق نشون میدم. اگه دیگه وضعیت بدنی خیلی بغرنج باشه مثلا اینجوری وای میسی،
یا اگر آسیبی دردی اون لحظه داری، آره مثلا یه خورده اینجوری رو میشی، مخصوصا وقتی من تو پایه 11 شروع میکنم میگم که پا رو بیار بالا، این اینجوری میشه و سختی پیلاتس هم همینجاست. خب بنابراین مراقب مربع شکمیت باشی. مربع شکمی عضله نیستا، یعنی مربع فرضی است که کشیدم، من این موقعی بهش میگم کاسه. یعنی حواست باشه که آبی که توی این کاسه از دو طرف نریزه یا اونقدر اینجوری نشی که آب از این ور مثلا بریزه پشت سر. این مربع هم حفظ کن دیگه. بیشتر از این آزارت ندم، چون خیلی میدونم که آماده ای قشنگ خودتو سیاه و کبود کنی امروز با حرکات. بریم ایستادن پیلاتس رو انجام بدیم. دستامون رو همونطور که نشون دادم برای تنفس میذارم روی دنده ها، یعنی دیگه مثلا آخرین دنده ها، این آخرین دنده است، من دستم اینجاست، انگشت وسطمو میچسبونم به هم. حالا دستامو اینقدر عقب نمیبرم، تقریبا اینجا. حالا اینجوری صاف نمیخوام بشی، قوز نمیخوام بکنی، فقط دست ها آرنج ها در راستای سرشونمه و شروع میکنم دم و بازدم. اولیش رو رفتی. ممکن تنفسات دم و بازدمات کوتاه باشه، برو دومی، ولی اشکالی نداره. از توانت، تقریبا تمام توانت، سومی استفاده کن که یه دم خوب بگیری و یه بازدم خوب. 4 5 6 ادامه بده. 7 8 9 10 و تمام. این شد تنفس اول ما. خب میخوایم یه خورده مفاصلمون رو گرم کنیم که بتونیم بریم توی تمرین. من هیچ حرکت پیچیده‌ای انجام نمیدم، همون 11 رو که دارم، ببین از پهلو دارم نشونت میدم. حواست باشه اینجوری نشده باشی، حواست باشه جمع نشده باشی، همه جا شل، ریلکس در جای خود. پاها 11، انگشت پا رو چک کن، دست ها چون موازی با زمین قرار بده. یعنی من اگر منو اصلا حاضر ببین در جلسه خودت، یعنی اگر این اینجوری باشه، زاویه داشته باشه با زمین، بالا باشه، اصلا هیچ، یعنی ویدیو رو قطع کن و از اول انجام بده. ببین دستو باید موازی با زمین باشه، این خیلی مهمه. ما اینا رو توی پا هم داریم. ما چرا تاکید میکنم؟ چون موازی با زمین بودن سخت‌ترین کاره. وقتی میندازی راحت میشی، وقتی میبری بالا به جای اینکه سرشونت، عضلات پشتت که همه باعث میشن دست تو موازی با زمین بمونه، جاهای دیگه کار میکنه و اون فشاره که باید به تمام این عضلات بیاد میاد رو مفصلا. میبری بالاتر، دستو میاد رو اینجا، میاد رو مفصل شونت، میای پایینتر دوباره اینجاست. ما میخوایم توی پیلاتس رو عضله کار کنیم. بنابراین جایی که من میگم پات 90 درجه باشه، دستت موازی با زمین باشه، لطفا این کار رو انجام بده. و تقریبا الان 19 دقیقه دارم حرف میزنم، فعلا داره خوش میگذره به همه. خب یه بار دیگه میستم. خب دست موازی زمین و یک پامو میارم جلو. من میخوام پای راستم بیارم جلو، ولی اینجوری نمیارم. من پای راستم رو چجوری میارم جلو؟ تو همون حالت 11 که هست، نوک پا رو، نوک انگشتم رو سر میدم میارم جلو تا جایی که پا میرسه، نه تا جایی که مثلا خودت هم دیگه داری ریز میخوری میری، نه، تا جایی که بدنه هنوز تو اون حالتی که بود هست، میارم
بستم که آب نریزه ازش. خب حالا میخوام دم و بازدم رو لحاظ کنی. نمیگم الان عالی انجام بده، ولی اینو بدون قفل نکنی بینی و دهانتو، باید تنفس بگیری. بعد یه مدت میبینی که چقدر قدرت ریت بیشتر شده. خب و شمردنش هم که من انجام میدم. آماده ای؟ دم و بازدم تو داشته باش. شمارش من پا رو به همون صورتی که انگشت پام داره به زمین اشاره میکنه روی پا، مچ پا کشیده هست، یه حرکت نرمی میدم، میارم بالا. تا جایی که دوباره ریتم بدنم به هم نخوره. من نمیخوام بگم کجا. یه نفر ثبات بدنیش خوبه، هماهنگی تعادلش خوبه، میتونه بالاتر بیاره. خیلی هامون عضلات پشت پامون خشکه، اصلا نمیتونیم بالا بیاریم. بنابراین از 80% توانت استفاده کن، تا جایی که میتونی بیار بالا. من خودم خیلی چیز اگزاجری نشون نمیدم. برو. 1. وقتی پا رو میاری پایین یه بوسه بزن با نوک انگشت به پا. یعنی اگر میخوای من سکته کنم کف پا رو کلا بذار زمین. 2. کاسه رو حواست هست. 3. شونه ها منقبض نباشه. 4. اگر کسی هستی که مشکل کمر درد داری، زانوتو خم کن. یه خمه 90 درجه، یعنی این خم به درد من نمیخوره، این خم هم به درد من نمیخوره. پا همونطوری اشاره به زمین، انگشت پات، و یه زاویه 90 هم اینجا درست کن. اینو بیار بالا و پایین. خب پس مدل اصلاحی دادنمونم بچه ها اینطوری شد. من اصلاحی رو میگم به شما، خودت تیز باش، بدون که تو این کار رو اصلاحی لازم داری. اصلاحیه رو ادامه بده و اونی که میتونه فرم اولیه رو انجام بده اونو انجام بده. خب میدونم الان خسته شدی، میتونی پاتو عوض کنی. گفتیم که این جلسه خیلی بزن و بکش نداریم. خب دستا دوباره جلو، موازی با زمین. پای چپ تو سر بده، با انگشتت بیاد جلو. حالا شروع کن. 1 2 3. سریع حرکت ترکیب بده واقعا. 6 7 8 9 و 10. بوسه زدی به زمین، آروم ببر عقب و رها کن. من امروز خیلی جابجایی دارم، خیلی حرکت رو قطع میکنم به خاطر اینکه میخوام نشون بدم، ولی دفعات بعد این شکلی نیست. میتونی کامل از روی حرکت من بری. حالا میدونم احتمالاً یه لرزه‌ای بر اندامت افتاده، مثلا اگه تحرک بدنیت خیلی کم بوده. یه رست کوچولو میگیریم. اینجا برای من دوباره زیاد حرف بزنم. آخ جون. یکی از رست های ما توی پیلاتس اسمش مهره به مهره پایین رفتنه. یعنی از مهره گردنم شروع میکنم، انگار یه نخ، این نخهایی که به عروسک‌های خیمه شب بازی میبندن و باعث حرکتش میشن، یه دونه از اونا به دماغم انگار بستن و از زمین دارن منو میکشن پایین، ولی خیلی آروم میکشن. یعنی مهره به مهره پایین رفتن یکی از اون حرکاتیه که باید خیلی نرم و خوب انجامش بدی تا تمام اون خستگی که به خاطر فشار روی عضلات بوده حین تمرین گرفته بشه. خب بریم. اینو فقط نگاه کن. خب کاری نداری. پاها 11 باشه ها، یعنی بالا بری پایین بیای. ایستادن درست ایستادن 11. شروع میکنم.
نگاه هم اول رو به روه، شروع تمرین همه چی پاک و پاکیزه، نگاه رو به رو و میرم. خیلی آروم آروم آروم. مورای گردنم دیگه داره میرسه پشت در واقع کتف و قفسه سینه. دستا آویزون، چونتو نچسبونی به گردنت، فقط میای پایین، نزدیکای زانو شدی، زانو رو خم کن، استراحت دیگه، لازمی حرکت خاصی کنی. میری پایین، پشت قشنگ گرده، میری پایین پایین پایین، دستتو میذاری رو زمین و میشینی. همین میتونی بلند هم بشی. میخوام یه رست دیگه هم بگم که از این به بعد هر گفتیم استراحت کن دیگه نگه آقا این استراحت چی بود. ما یه استراحت دیگه داریم به نام، حالا مثلا بهش میگیم سجده. توی سجده شما یه مقدار پاها رو باز میکنی، حالت هفت دو زانو نشستی، از اون ور انگشتای پات اینجوری رو همه. حالا نمیگم حتما رو هم، منظورم اینا کنار همه، اینجوری هفت که بشینی خود به خود اینطور میشه. خب خود مورب نشون بدم شاید بد نباشه. شما توی سجده، خدا بیام عقب، شما توی سجده وقتی اینطور نشستی، میری پایین، میری پایین، پیشونی رو میذاری روی زمین و سرینی یا همون باسن میخوره به پاشنه پا، یعنی نباید بلند بشی. استراحت دیگه، خودتو تکیه بده به پاشنه پات. اوکی؟ پیشونی تو زمینه که وضعیت سر و گردن هم حفظ بشه و میای بالا. اگه خیلی دیگه بهت فشار اومده بود میتونی رست طولانی تری داشته باشی. خب پس ما 2 تا رست گفتیم، یه کوچولو اومدیم ببینیم گرم کردنه چه شکلیه. گفتم دیگه امروز روز خوبیه، شما خیلی کاری نمی‌کن. خب بیا یک بار دیگه در حالت شروع قرار بگیر، دست‌ها رو موازی زمین بگذار، پای راست رو سر بده بیاد جلو، مراقب کاسه باش. حالا همین پا رو ببر به پهلو، دوباره بیار به روبرو، همونجایی که شروع کردی روبرو، مثلا این جلوی این نذاری. خب ببر به پهلو، همون روی زمین آروم سرش بدی هم اوکیه، یا نه یه 2 سانت مثلا بلند کنی و ببری. انگار داری یه دونه 1/4 دایره میکشی. خب من اینجا خود توضیح کمتر میدم، میخوام پاهات خوب کشیده بشه و بریم سراغش. برو دمو بازم، 1 آروم برو لطفاً، 2 3 4 5 6. هر جایی از تمرین ها اگر بهت فشار اومد، فشار به هر شکلی، خستگی، درد، عدم تمرکز، رو عددی که خودت دیگه تموم شدی اونجا متوقفش کن، حتی یه دونه زودتر. 9 10. برگرد سر جا، پا رو ببر عقب و دستا راحت. میتونی یه خورده بیای پایین، پشتتو گرد کنی، خورده خودتو راحت کنی. از اینکه پشتتو گرد کنی اصلا نگران نباش، هیچ جای اشکالی نداره. اگه درست انجام داده باشی، تند انجام نداده باشی و با تمرکز بوده باشه، کف پای دیگت هم خیلی کمکت کرده توی حفظ تعادلت و احتمالا خودم درد گرفته. یعنی کف پا، عضلات کف پا کار کردن برات بدون اینکه اصلا با اون یکی پات کاری داشته باشی یا حرکتی روش انجام داده باشی. خب میرم سمت دیگه.
پای چپ رو سر میدم، انگشتا زمین رو نشون میدن، میرن تا پهلو، نقطه مقابل پایی که ثابته و برمیگردن. اگه میخواید بدونید اشتباه این حرکت چیه چیه، یعنی مثلا دیگه بندری میشه. 3 من حرف میزنم فرضاً برای اینکه داری انجام میدی، نگاه میکنی و گوش میدی. 4 دم و بازدم، 5 6 7 5 شونه ها منقبض نباشه ها، 9 و 10. برگردون سر جاش، بیار عقب و یه رست کوچولو. میتونی زانو رو هم خم بکنی. ببخشید من امروز خود فنفنی هم دیگه اینجوری شده. خب من میخوام 11 ایستادی دیگه، دستا رو بیاری پهلو. خب پاها رو 2 برابر عرض لگن نازنینت باز کنی و یک بار پای راست رو خم کنی، یک بار پای چپ رو. اسم خاصی نداره این حرکت، نه اسکوات هیچی نیستش. من میخوام یه خورده گرم شی برای اینکه حرکت بعدی رو راحت انجام شی و شوک نشه کمرت. خب میبینی مثل کشو کل بدنم میاد این بر، دوباره مثل کشو کل بدنم میاد اون بر. خب کار دستت اومد دیگه. انگشتای پا هم همونطور که پا یه حالت موربی داره به بیرون، اونا به همون سمت. یعنی الان اینجا جایی نیست که بگی انگشتای پامو موازی میذارم با هم، نه، اینا یه ذره هفته مثلا هفته بازی هم. خب آروم روی زانو میام پایین، زانومو از انگشت پام جلوتر نمیدم، به جلو خم نیستم، من میچرخم که ببینی. باسنم هم ندادم بیرون، من یه آدمی بودم وایساده، حالا یه کوچولو نشسته، همین ادامه میدم. حله؟ برو. 1 2 دستت خسته شد یه بار بذار رو کمر، دوباره بردار، فعلا اجازه تقلب داری. 3 4 دم و بازدم، 5 10 و تمام. دستات خسته شده، خودتو بغل کن، خودتو بغل کن، دستو برسون به پشت کتفت. اگه دوست داشتی خب پشتتو گرد کن، پشتتو گرد کن، سر رو آویزون کن، دوباره بیا بالا و ریلکس. خب بریم برای ادامه گرم کردنمون. خب توی ادامه گرم کردن دستا رو همینجوری فعلا ساده باش کار دارم. میاری جلو، پا رو اینی بود که گفتم برای اصلاحیه، یه 90 درجه درست میکنی، یعنی این 90 درجه میشه معبودت، یعنی این 90 به هم بخوره. اوکی؟ یه 90 درجه هم اینجا داری، اینجا، یعنی این 90 ها، ولی میبینی همینو همجوری 90 اینو حفظ کرده زیر زانو رو، ولی اینجا زاویه رو باز کرده، زاویه منفجره بهش میگفتیم، یعنی خیلی برده بالا. نه، 2 تا 90 درجه مجموعه 180 درجه ما داریم. پامم داره زمین رو نشون میده، انگشتای پام زمین رو نشون میده. خب دستا رو به رو موازی زمین، به اندازه عرض سرشون است فاصله دستام. این حرکت ها رو نکن عزیزم. خب پای راست 2 تا 90 میبرم به پهلو، 1 2
که کمر درد داره هم میتونه اینو انجام بده. اگر درد بدی میگیری، ما این موقع فشار داریم، خب عضله یا داره کار میکنه یا مراقب بقیه است که عضلات دیگه کار کنه، اون طبیعیه. ولی اگه درد بد داری، به تعداد کمتر یا با پایی که یه مقدار بازتره اینو انجام بده. یعنی زاویه ها تو شما باز کن. 5 6 حواست به کاسه لگنت هم هست دیگه. 8 9 10 بیا جلو، بذار پایین و بر عقب. حالا اگر باز فکر کنی فشار اومده، یه رست کوچیکی بگیر، زانو رو خم کن، خودت رو رها کن، دوباره بیا بالا. ببین اینا گرم کردنه ها، خیلی رست نداریم، ولی من دارم بین هر کدومش، بین دوتا قرینه بدن رست میدم. یعنی فرض رو از تمرینات پایه گذاشتیم. خب برو سمت چپ، پا رو سر بده بیاد جلو، ببر بالا، 2 تا 90 درست کن، با انگشتای پا به زمین اشاره کن، کاسه لگنت رو حواست باشه و شروع کن به حرکت. 1 تا کجا میارم دیگه بستگی به انعطافت داره. جایی که مد نظر ما هست همراستای بدنه، همراستای پهلوته. 10 و 12 4 5 آفرین، برو ادامه بده و با تمرکز ادامه بده. 7 10 و 12 8 آروم 10 و 12 بگیر، پرتابی نکن. نه 9 و برای 10می که رفتی به پهلو بیا جلو، بذار زمین و پا رو ببر 11 کن کنار اون یکی پات و یه استراحتی بگیر. مخصوصا اگر احساس فشار تو کمر میکنی، حتما زانوت رو خم کن، پشتتو گرد کن، بذار کمر کشیده بشه. حتی میتونی وقتی زانوت خمه، خب خودم پایینی، یه مقدار زانو رو صاف کنی. ببین یکم که کشیدگی تو کمر به وجود بیاد، دچار کوفتگی نشی. خب من یه آبی بخورم. بریم بر ادامه. تو ادامه میخوام چیکار کنم؟ میخوام سرشونه رو بیشتر گرم کنم. امروز حرکات پایه‌ای گرم کردن رو هم دارم نشونتون میدم. بعد اینا رو با هم ترکیب میکنیم، راحت تر بینشون جا به جا میشیم، چون بدنمون آشناتره. یکی از حرکات خیلی جذاب و قشنگ و همچین نرم بر گرم کردن بالا تنه زمانیه که شما یه توپ گنده توی دستت گرفتی، یه جیمبال، یا مثلا دستت یه گنبده. خب یه همچین تصوری رو ایجاد کن برای خودت. 11 وایسا، این توپو بیار جلوت، روبرو بغلش کردی، ببر بالای سر، دوباره بیا روبرو. یعنی حرکت از این دیگه نازتر نیستش، هیچ خط و خدشه‌ای هم به آدم نمیندازه. فقط 10 و 12 تو بگیر لطفاً. 3 تو بالای سر ببر، تو جایی که کف دستت داره از بالای کف کلتو نشون میده. 4 تون انجام ندین. اگه این آسونه، این چیه من این تون انجام، من میخوام آروم انجام بدی، ادامه بده، آروم انجام بده که قشنگ پدر این قسمت در بیاد.
یعنی دیدید بعضیا انقدر فسفسیان که جون میکنیم تا اون حرفش تموم شه. ما الان با بدنمون داریم این کار رو میکنیم، انقدر حرکت رو آروم انجام میدیم که عضله داره میگه خب بگو دیگه، مثلا انجام بده دیگه، ولی ما با این کار داریم بهترین انتقال قدرت رو روش انجام میدیم. خب 10 تا شد، بیاد جلو. 10 تا شد، بیاد جلو. پاهاتو 2 برابر عرض لگنت باز کن. یه بار انجام دادیم، بلدی. بشین روش. حالا برو به پهلو. ولی صبر کن، رفتن ما به پهلو باید چجوری باشه؟ من اشتباهش رو انجام میدم اینجوری. واقعا اگه قرار به رقص باشه هممون خیلی حرفه‌اییم، ولی باید حواست باشه که وقتی میخوای این گنبد رو ببری به پهلو، مثلا قفسه سینه تو هنوز رو به روه، فقط دستت داره میره به پهلو. و این بسیار عالیه برای کسایی که شونه های یخزده دارن یا اینکه شونه هاشون ناهمسانه، گرفتگی دارن توی پشت گردن، شونه ها و کلا ناحیه پشتیشون، حالا بالاتر از کمر، پشت قفسه سینه. بنابراین یه هدیه خوب به خودت بده. ببر راست، بیا چپ. و همینجوری هم موندی اینجاها. ببین پاها رو می‌بینی همینجوری مونده، من بالا پایین نمیرم. یه خورده سخته، یه خورده دارم بدجنسی میکنم باهات. صورتم رو به روه، قفسه سینم رو به روه، فقط کتفام داره خوب کش میاد. یه بار راست، یه بار چپ و 10 تا اوکیه براش. 10 تا که شدی بمون، یعنی بیار جلو دستو، بیار رو به صورتت، بلند شو. 4 سرتم خیلی سوخت، متشکر باش از خودت، چند بار بهش رست بده. بشین و پاشو، یه رستی به 4 سرت بده. یکی از رستای دیگه هم که به پا خیلی کمک میکنه، پا رو میاریم بالا، از زیر زانو میگیریم میکشیم سمت شکم. پهلوش چه شکلی میشه؟ میگیرم بیارم بالا، میکشم سمت شکم، یعنی 4 سر من میخوره به قفسه سینم، میخوره به شکمم، ولی از روی زانو نگیری. لطفاً با مفصلتون، غضروفتون، با اینا مهربون باشید. یعنی ما هیچ جایی از روی مفصلمون نمیگیریم، از زیرش میگیریم دیگه. تازه زیر نه که دقیقاً قفلی، خورده بالاتر سمت 4 سر. اینجوری نشی، اینجوری نشی. ایستادن تمیز. خب یه چند ثانیه منم حرف میزنم، نفس بگیر. 43 دقیقه از تمرینمون گذشته. یه ذهنیتی پیدا کردی با پیلاتس، یا اگر قبلا کار کردی یا ورزش‌های دیگه کار کردی، با بدنت آشنا هستی، ریست شد برات. اوکی؟ خب اینو اصلا من جلو اینو بگم، اینو دیدی که چطوری تمیز انجام دادن، آهسته انجام دادن منجر میشه به عمیق شدن و نفس کش بودن اون تمرین. پس اینا همه گرم کردن بوده. حالا بریم یه خورده دیگه گرم کنیم. یه خورده دیگه گرم کنیم. دستا رو بیار پهلو. دستا رو بیار پهلو. همون حرکتی که با گنبد انجام میدادی، اما با دست باز انجام بدی. خب و در واقع تو پات هم یه داستانی داری. این پای راستو ببر، بوستش رو بذار روی متت. خب اینجوری هم نشده باشی، اینجوری هم نشده باشی. آهان، نوک انگشتای پات بوسه زده به زمین، پاشنه رو حواس، پاشنه رو حواس. همینجا دماغه
هواپیما رو ببر به سمت مخالف، بیا رو به من، دم و بازدم، برو. یک، بالا تنه میچرخه، این مثل اون یکی نیست بالا تنه نچرخه، بالا تنه میچرخه. داستان اینه که داری تعادل حفظ میکنی و پدر پایی که بوسه زده رو در میاری. داستان اینه. ولی طوری نشه که مثلا دیگه کامل همه لگن به چرخه، نه. فکر کن یه شکلاتی، خب از اینجا به پایین، از شکم به پایین، از لگن به پایین ثابته، بالا تنه شکلات رو فقط پیچ میدی تا باز شه. دوباره میای سر جات، برو سمت مخالف، بالا تنه شکلات، دوباره بیا روبرو. من تا حالا 5 تا در نظر میگیرم. 6، حالا چه درست چه غلط. 7، 8، 9. برای ثبات لگن این حرکت بسیار عالیه چون به ذهنت یاد میده. بیا یه رست بگیر، به ذهنت یاد میده که چجوری لگنتو ثابت نگه داری. خیلی وقتا داریم کار میکنیم این لگن بیچاره هم همش با ما میچرخه، در حالی که اصلا نیازی نیست. خب برو پای بعدی، سرش بده، بوسش رو بزن روی زمین، اینجوری نباشی. اوکی، برو دم و بازدم. 1، آروم برو بیا، یعنی آروم بچرخ. 2، اصلا دوست ندارم این حرکت رو سریع انجام بدی. 3، 4. این حرکت تموم شد من میخوام حرف بزنم، خوشحال باش. 5، 6. مچاتو ول نکرده باشی پایین یا بالا یا خیلی صفر کرده باشی. یا 7، 8، 9، 10. بیا روبروی من، پاتو بیار سر جاش، دستاتو رها کن، یه رست کوچولو برو عزیزم، یه رستی کن، یه آبی بخور. ببین من گفتم جلسه اولمون به اصل تنفس اختصاص داره. گفتم از یه خورده تنفس ها رو بگیری، با تنفس هامون اوکی بشی تا اینجا به این نکته هم برسیم. ما تنفس رو اصلا کی شروع میکنیم؟ من وایستادم میخوام بچرخم، همینجوری نیست. چیکار میکنیم؟ ما موقعی که داریم حرکت رو شروع میکنیم دم میگیریم، موقعی که داریم حرکت رو انجام میدیم بازدمه. بعضی حرکت ها حتی طولانی هست. واسه حرکت خوابیده داریم که انقدر طولانی هست که 2 بار دم داریم و 2 بار بازدم که حالا بهش میرسیم. پس این رو هم تمرین کن، مد نظر داشته باش. یکو که داری شروع میکنی دم میرسی جای اول، دمه خورد طولانیه تا تو برسی جای اول. ببخشید بازدمه، دوباره در واقع دومیش دوباره دم میگیری. اگه الان فکر میکنی اونقدری قدرت ریه نداری که دم تو انقدر طولانی باشه که تو رو تا اینجا ببره، بعد یه بازدم بگیری دوباره برگردی، اشکالی نداره. 2 تا دم و بازدم بگیر، 3 تا دم، 3 تا که فکر نمی‌کنم بشه، ولی دم و بازدم تو بگیر. ولی برای اینکه ذهنت خوب عادت کنه دم تو با شروع حرکت بگیر. خب یه مثالی میزنم، مثلا قدیما یا الان یه سریا میخوان یه بار سنگینی رو از زمین بلند کنن، یه نفسی میگیرن. در واقع اینا دارن اون ذخیره اکسیژن رو لحظه اول بر خودشون فراهم میکنن
بدن رو آماده میکنن و دیگه وقتی اینو بلند کرد یا حالا برد گذاشت یه بازدم هم به خودش میده. خب من میخوام برای اینکه این جلسه خیلی هم خسته نشی، میدونم یه خورده دیگه به حال بدن کش اومده و اینها، یه مقدارم به خاطر صحبت‌های من زیادی وایسادی، بریم روی متن. خب حالا کاری ندارم بشه مدلایی میشه رفت روی متن، الان هر جور که راحتی برو بر روی متنت بشی. ما الان روی متن میخوایم چیکار بکنیم؟ یکی از حرکات، چون دقایق پایانی کلاسمون هم هستش، میخوایم بدن خسته رو یه خورده آرومش هم بکنم. یعنی خوشحال باش که امروز هیچ کاری نکردیم و تموم شد. این ما حرکت داریم به نام پری دریایی و واقعا زیباست. شما نشستی رو متت. خب حالا کلاسیکش این بوده که پاها رو اینجوری میذاشتن روی هم توی نوینش، ولی پاها رو هر زانویی رو قشنگ قرار میدن روی زمین. پاشنه این پا هم نزدیک این یکی زانوته. پری دریایی اینه نشستنش. حالا چیکار میکنیم؟ این زانویی که الان جلوت هست، خب دست این رو این خود بیام ورتر، دست کناری این رو میذاری اینجا، کامل کف دست رو. لطفاً دستتو برعکس نکنید، پشت روی انگشت رو بذاری رو زمین ها، کف دست رو بذار روی زمین، تقریبا همراستا با بدنت، با زانوت، خیلی اینجا سختی نداری. بدنت مورب میشه به این سمت، میفته سمت دستت. حالا شروع کن یا این ور با این دست، آرنج دستی که رو زمین خم میشه، آرنج دستی که بالای به گوش نمیخوره، دوباره میام میذارمش روی این پا، جایگاهش اینجاست. دوباره مورب میکنم، وزن رو میندازم اون ور، نه که حالا بندازم، منظورم میرم به سمت این دستم. دوباره اینجا. نکته چیه؟ ببین خودتو اینجا قشنگ کش بده، از پهلو تا لگن قشنگ کش بده. نکته چیه؟ سرت آویزون نشه. خب دوباره برو، یه کشش خوب بده. خیلی پری دریایی نمیخوام نگه دارم. پهلوت قشنگ کشیده شد، خودت راضی از خودت، بیا بالا، آروم جای پاها رو عوض کن. میخوایم دفعه بریم رو سمت دیگه‌مون. دستتو بذار و برو پایین. سرم در راستای ستون فقرات هم هست، یعنی من نمیام اینجا ورزش کنم که حالا با گردنم یه ژامبوله بازیایی در بیارم که مثلا گردن در بگیرم اصلا، یا اگه دارم بدتر شه. این حرکت حتی گردن درد من رو هم تخفیف میده. چرا؟ چون گردن مادر مرده داره خودش رو در راستای ستون فقرات تو این حالت سخت نگه میداره و اینجاست که عضلاتی که کنار این مهره های گردن هستن دارن برای ما و در خدمت ما کار میکنن. حله؟ بیا بالا، بیا بالا، بیا بالا. دمت گرم. همینطور که نشستی یه کف این پاهای نازنینت رو به هم بچسبون. باز بستگی به انعطافت داره، بستگی به قدرتت داره. هر چقدر که این زانوها میرسه به زمین نزدیکشون کن. برای خود من اینقدر نمیرسه. مثلا من کل پیلاتسی که کار کردم سخت‌ترین جای بدنم که همیشه دیرتر منعطف میشد و ضعیف بود پاهام بوده و هست همچنان. یه هفته ورزش نکنم پاهام به هم خشکیه که اولین بار بوده انگار. ولی مثلا میدونم یه سری از خانوما با اینکه خانه دارن، با اینکه کارمندن، خیلی انعطاف خوبی دارن توی پاهاشون و توی این
در واقع کشاله های رانشون تو وصل کننده های لگن و پا خیلی انعطاف خوبی دارن. بنابراین اینو میخوام بگم خودتو با هیچ کس مقایسه نکن، یهو کسی نیاد اینا رو فشار بده یا خودت فشار ندی. از 80% توانت و انعطافت استفاده کن زانو به زمین نزدیک بشه. شد نشد. پشتم چه شکلیه؟ قوز نیست اینجا، الان جای قوز نیست، اینجا صاف وایسادم. میخوام 10 ثانیه نگه داری. بریم 10 9 8 7 6 12 میگیری دیگه. آفرین. 4 3 2 1 و تمام. پا رو بیار جلو، پشتت صافه، انگشتات به سمت بدنته، کف پا صاف. خودو بکش برو جلو تا هر جا که دوباره میتونی. من تا اینجا میتونم. پشتت هم گرد باشه اینجا اشکال نداره. نمیخوام تمرین بدم، این رستمونه، این رست کار قبلیه که کردی. پشتتو گرد کن، گردنتو ننداز، گردن در راستای ستون فقرات. برو جلو تا جایی که میتونی. دوباره بیا عقب، صاف شو. دوباره گرد کن، برو جلو. چقدر زیبا انجام میدی. آفرین. بیا عقب، صاف شو. دمو کجا بگیرم؟ اینجا. دیدی؟ عالی. خب همونطور که نشسته بودی این پا رو بیار اینجا، بذار 60 ثانیه بمونه، پشتت صاف باشه. همینجوری اومدی مهمونی رو به رو من بشین، کاری لازم نیست بکنی. این یکی پا انگشت اشاره به سقف، اون یکی هم که کفش رسیده به کشاله رانم. 60 ثانیه نگه دار، پشتت صافه، گردنتو ننداختی و تر و تمیز نشستی. که بعدش میخوایم بریم توی چالشامون. پا رو عوض کن لطفاً. خب با همین حرکت ساده کشش توی 4 سر راه، پشت و حتی این پا رو هم حس میکنم، چون اینم همش میخواد خودشو اینجا نگه داره، به همه جا داره فشار میاد. خب ببینم چقدر وقت داریم. وقت داریم، یه 3-4 دقیقه وقت داریم. ببین دوست عزیز من هر 3 تا جلسه چالشی رو که داریم لول اپ میکنم. ببین ما 2 تا چالش داریم. چالش اولمون پلانکه که شروع میکنیم 10 ثانیه‌ای، یعنی جلسه 1 2 3 ما 10 ثانیه‌ای پلانک داریم. و چالش دوممون رولآپه. رولآپ یه وضعیت خوابیده است که بلند میشیم. اون رو هم از 5 تا شروع میکنیم تا 3 جلسه 5 تاییه. بعد اون 2 تا اضافه میکنیم. خب پلانکمون رو چقدر اضافه میکنیم؟ 5 ثانیه. پس این تا 3 جلسه 10، بعد میشه 15. اون تا 3 جلسه 5، بعد میشه 7. حله؟ اگه میخوای آبی چیزی بخوری بخور لطفاً که بریم توی چالش ها. یه جنبه زیبایی که چالش داره بذار بهت بگم اینه که بهمون این حسو میده که آهان دیدی تونستم، دیدی تغییر کردم. بعد امروز من داشتم یه پادکستی گوش میدادم درباره تعادل بین لذت و رنج. حالا یه بخشم درباره ورزش میگفت و اینها، کاری ندارم. این چالش ها یه رنج بهت میده و وقتی میبینی داری توش پیشرفت میکنی، اما بر مثلا وضعیت بدنیت، سر حالیت، این انعطافت بهتر شده، اون لذت رو میبری. یه تعادل بین رنج و لذت ایجاد میکنه که بر سلامت روانمون عالیه. بریم. خب من اول رولآپ انجام نه بذار فکر کنم
کدوم رو انجام بدیم؟ آره اول رولاب رو انجام میدم. ببین قرار من با زیاد حرف بزنم. رولاب به حرکت چالشیه ها، یعنی فکر نکنی ساده است و احتمال داره که نتونی انجام بدی، سخت انجام بدی، نصفه بیای بالا، اینا هیچ اشکالی نداره. 5 تا چیزی نیست که سرش با هم چونه بزنی، من بگم تو نتونستی، تو اینجوری کن، تو اونجوری کن، یا شما به خاطرش مثلا با خودت مین باشی، یعنی خب با خودت بگی چرا من نتونستم. پس یه چیز خیلی ایزیه. بریم. من میخوابم روی زمین. خب ببین همون جوری که وقتی 11 وایساده بودی فاصله پاهات اندازه عرض لگنت بود، لطفاً همون تخصص خودتو به کار ببر. اینجا هم زانوهات در واقع پاهات رو به اندازه عرض لگنت باز کن. مطمئن باش که پاهات، انگشتای پات به بیرون و داخل نیست عزیز دلم، و دستاتو ببر بالای سرت. نکته راجع به گردن بگم. ببین بذار من پاشم بیام جلوی خوده صحبت بنمایم. ببین عزیزم، ما همیشه این چه چیز خوبیه اینجا، فکر کن یه سیبه. خب ما فاصله گردنمون با جلو تنم با بدنمون یه مقیاسی باید داشته باشیم به اندازه 1 سیبه. خب 1 سیب. این یه گردن طبیعیه. نگاه کن، این یه گردن طبیعیه. این گردن طبیعی نیست. این گردن طبیعی نیست. مخصوصاً به عقب میگی که گردنشو میده عقب، همون گردن جلو. شما وقتی میخوابی یهو به جای اینکه این قسمت سر رو که صاف هست اونو بذاری رو زمین، یهو نمیدونم چرا اینو میدی عقب، بالاتر تو میذاری رو زمین، تماس میدی با زمین و این باعث میشه شما این سیبی که اینجا داری رو ول کنی. همیشه حواست باشه تو تک تک تمرینای ما، یعنی سر این من دیوونه میشم، این سیب رو اینجا حفظ کنی. این سیبه نرمه، آب داره، فشار بدی له میشه، رها کنی میفته پایین و شتره میشه. شما یه مشت، یه سیب، یه چیزی اونجا تصور کن. بنابراین توی رولاب وقتی میای بخوابی این تخصص رو هم به بقیه تخصصات اضافه کن. پس صاف کلت رو بذار رو زمین. دقت کن ببین سیبتو نگه داشته باشی مسئولانه و مدبرانه. زانوات با هم فاصله دارن به خاطر اینکه پاهاتو بنز عرض لگن باز گذاشتی. دستاتو میبری بالای سرت، کف دستا رو به همه، همینجوری میبرم بالا. اینی که دارم میگم برای کسی که کمر درد داره وگرنه رولاب رو با پای صاف انجام میدیم. همون پا رو صاف بیارید بذارید پایین. خب من اول کمر دردیش رو میگم، حرکت اصلاحی رو میگم، بعد میرم بقیه. ولی همچنان گوش کن اگر میخواید فرم اولیه رو بزنید. ببین یه دم خوب شروع میکنی گرفتن. اولی رو نگاه کن، بازدم میای بالا و صاف میشی. خب این اصلاحیش بود. فرم اولیه. پاها رو گذاشتم زمین، کف پاهام صافه، یعنی انگشتام داره سقف رو نشون میده. به این حالت میگیم، بذار خودت بیام بالاتر، به این حالت میگیم فلکس. ببینید فلکسه، این پوینته، فلکس پوینت. من پای فلکس میخوام توی رولاب ازت. دستا رو میذارم بالای سرم، کم کم خودم رو از زمین میکنم، هیچ کار ناگهانی ندارم. گردن توکیه دیگه. دستا رو میارم، شونم رو میارم، گردن رو بلند میکنم، مهره به مهره پشتم رو بلند میکنم، پام بلند نشه، اگه شدم عیب نداره، گردم میام بالا، صاف میشینم. خب این شد رولاب ما. یه بار دیگه من اصلاحیشم میرم، چون این چالشمونه خود وقت دارم میذارم سرش، بعد دیگه هر کی انجام بده واسه خودش. بریم. با گردن نیا بالا. خب همون
همونجوری گردم برو پایین، یعنی به همون ترتیبی که اومدی بالا همونجوری هم برگرد پایین. بچه بریم چالش رو. درباره چالش من ازتون فیدبک میگیرم و به هم نه فقط اینو رولاپو که حرکت سختی، هر جای دیگه مشکل داشتید دیدید یک چیزیش به هم نمیخونه لطفا به هم بگید. برو دست بالا روی زمین، اول دست رو بلند میکنم، دم رو میگیرم، میخوام به شکمت فشار بیاری نه به گردن. یعنی کار که رسید به گردن تو بگو گردن جون با تو کاری ندارم، شکم تمرکز رو برمی شکم الان اینجا شکمه، گردنم رو بیخیال شدم، شکم میام بالا، دو همونجوری میرم پایین، پاهای خودم مثل کشو میره عقب جلوها، اوکی اون مشکل نداره. صدا رو برم شبیه خروس محمد آقا شده صدا، بیا بالا، دم، سه، دستا کمکی هنو، دست به سینه میتونید بیاید بالا، ولی این دستا الان دارن خیلی کمک میکنه مثل باله های هواپیما. چهار، آخرش هم برو دمت گرم. برگشتن دام بی خودتون اندازی پایین یا بالا میای اینجوری نیای بالا، اشتباهش رو یه بار دیگه بگید. بالا اومدن اشتباه توی رولاب چیه؟ یعنی دقیقاً اون جایی که یکی آخر رو برو و به صحبت منم گوش بده، دم بازم یادت نره. توی بالا اومدن اون جایی که دقیقاً لحظه ای که باید از شکمت کار بکشی میبینی نمیشه، شکمه اصلا مرخصیه، خودتو یهو با یه فشار پرس میکنی بالا، این کار اشتباه هستم. اومدی بالا یه رست بگیر، سرتو ننداز، پشتتو گرد کن، پا رو فلکس کن، یعنی انگشتا سخت نشون بده، و تمام. بریم توی چالش 10 ثانیه پلانک، یعنی 10 ثانیه پلانک هیچیه خداییش. ببین توی پلانک من اصلا با پلانک خیلی بازی نمی کنم به عنوان چالش. دستامو به اندازه عرضشونم باز میکنم، ساعدمو میذارم روی زمین، پاهامم به اندازه عرض لگنم باز میکنم، نوک پا رو میذارم روی زمین و فقط باید خودمو چک کنم من اینجوری نباشم اینجوری هم نباشم. یه خطکش درست میکنم، مراقب کتفام هستم، سر در راستای ستون فقرات، لطفا اینو توجه کن، سیبتو نگه دار و دم و بازدم رو بگیر و من میشمارم. 1 بذار 1000 تایی بشمارم، 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 آروم زانو رو بذار زمین، 1009 1010 آروم زانو رو بذار زمین، زانو به زانو بیا جلو، برو تو حالت سجده، سورینی رو بچسبون رو پاشنه پات، پیشونی رو زمین. رست کافی بگیر لطفاً، همچنان توی سجده بمون. عذرخواهی میکنم. ببین موقعی که پلانکو میخوای تموم کنی قشنگم دوست عزیزم، حتما یه زانو تو بذار زمین، بعد اون یکی بذار زمین، بعد دیگه بیا پایین. یه هویی خودتو ول نکنی شاپ بیفتی رو زمین. خب از سجده که بلند شدی فکر میکنم رست خوبی رو گرفتی، حرکاتمون هم سنگین نبوده. اگه احساس میکنی به گردنت فشار اومده بشین، دستتو بذار، بیام جلوتر بهت نشون بدم، دستتو بذار روی چانه، 2 میل این چونه رو فشار بده عقب،
2 میل. 3 ثانیه نگه دار، رها کن. 3 ثانیه، رها. دم بازم خوب بگیر. ورزش تموم شده، اکسیژن خودتو تامین کن. دستتو بذار. ببین بالای گوش که میرسی یه ذره برو عقب، بذار اینجا پس گوشت مثلا. هم دست به سر فشار بیاره، هم سر به دست. یه فشار دو طرفه 3 ثانیه‌ای، رها. دوباره 1 2 3 رها. 1 2 3 رها. برو سمت دیگه. 1 2 3 رها. 1 2 3 رها. چقدر آدمایی که ورزش میکنن برای خودشون دوست داشتنی تر میشن اون لحظات. دستا رو ببر پشت سرت، کف دست رو بذار پس کله، همون جای صافی که گفتم ما اونجا. فشار بده. 1 2 3 فشار، رها. 1 2 3 فشار، رها. 1 2 3 فشار و رها. متاسفانه تموم شد. خب دوست عزیزم، آفرین بهت. مرسی که امروز برای خودت این کار رو انجام دادی. مرسی که با خودت همراهی کردی. به بدنت خوب گوش کن. خیلی جمله کلیشه‌ایه ولی واقعا ماییم و این بدن دیگه. به بدنت گوش کن، ببین کجاها حالش بهتره، کجاها نزاره، کجاها داره زار میزنه. همه اینا رو لطفا دقت کن. سوال داشتی، سوال باید داشته باشی، از من بپرس. هر مشکلی بود بگو. مراقب خودت باش تا جلسه بعدیمون.